رحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و درود و تحیات فراوان محضر یکایک عزیزان، حاضران و غایبان، با آرزوی بهروزی برای یکایک ایشان و برای همه هممیهنان و برای فلسطینیان و برای همه مسلمانان، بلکه برای همه ساکنان ربع مسکون، و آرزو و دعا به درگاه خداوند منان برای رها کردن فلسطینیان مظلوم از چنگال درندگان و خونریزان و سفاکان و حتاکان و قصابان و غاصبان. حقیقتا آدمی نمی‌داند که بالاتر از خون هم چیزی هست که اون رو بگرید. در اخبار می‌خواندم که وقتی که این خیل گرسنگان و تشنگان و سختی کشیدگان و مجروحان در التماس لقمه نان به مراکز توزیع غذا رفته بودند، اون جنایتکاران اونجا هم آنها رو به توپ بستند و 10 نفر رو کشتند و 10 نفر رو زخمی کردند. از این قساوت بالاتر شما در تاریخ کجا سراغ دارید؟ باور کنید که نازی ها با یهودیان چنین نکردند که اینک این بازماندگانشون با فلسطینیان میکنن. ما همون هولوکاست رو دوباره به چشم خودمون داریم میبینیم و عجیب است که جهانیان تماشا میکنند و خمی به ابرو نمی آورند و بانگی به اعتراض بلند نمی کنند. الان در ماهی که به سر میبریم ماه ذی‌حجة الحرام است، ماه حج است و چند روزی از آن هم سپری شده است و نزدیک 2 میلیون زائر و حاجی در مکه جمعند، به زیارت مزار پیامبر بزرگوار اسلام می روند، آنگاه به طواف کعبه می روند و همه می کوشند تا بهترین عبادات رو در خالصترین وجهی به جا آورند و انس و قرب با خداوند پیدا کنند و چند روز بعد که عید قربان می شود بهترین هدایای خود رو در صورت یک قربانی تقدیم خداوند بکنند و از این طریق نمادین نشان بدهند که حاضرند هر چرا که دارند در پای اون محبوب و معبود و معشوق اعظم قربانی کنند و به رسم هدیت به پیشگاه او ببرند. توقع من از حجاج و از زائران بیت الله این است که یک صدا این جنایت‌های بزرگ، این جنایتکاران بزرگ تاریخ رو محکوم کنند. همه یک صدا از خداوند بزرگ بخواهند که به این مظلمه و به این مهلکه خاتمه بدهد و جانهای بی بهره از آزادی و از امنیت رو رهایی ببخشد و مشتی اطفال گرسنه، مشتی مادران بیشیر، مشتی مردان تشنه و خسته و زخم خورده رو از دست این نابکاران رهایی ببخشد. ما که دعا میکنیم و باید هم دعا کنیم و خداوند رو میخوانیم و بر مظلومیت این مظلومان اشک میریزیم و خون میفشانیم و هر کرا که میتوانیم توصیه میکنیم و ترغیب میکنیم که به کمک آنان بشتابند. گوییم که اون جنایتکاران حتی کمککاران رو هم از دم تیغ میگذرانند، به اونها هم رحم نمی کنند و چنان رعبی در دلها افکندند که نه مددکار، نه پزشک، نه پرستار جرأت نکنند که به کمک و به نجات این محرومان و مغصوبان بشتابند. خدایا این ظلم ها رو میبینی و ما هم میبینیم. به درگاه تو اعتراف میکنیم که ما بیزاریم از این جنایت ها و از این جنایتکاران و به درگاه تو اعتراف میکنیم و التماس میکنیم که روزی برسد که با چشمان خودمون زوال این جنایت ها رو شاهد باشیم و نشاط و خوشبختی رو در آن مردم مظلوم ببینیم.
امیدواریم که استجابت دعای خود رو هم هر چه زودتر ببینیم و دلها رو شاد کنیم، دلهامون شاد شود و سجده شکر به درگاه خداوند کریم بگذاریم. گفتم که ماه ذی‌حجه است و عید قربان نزدیک است. یادی هم از مولانا بکنیم که همچنان که همواره گفتم مهمترین عید نزد او عید قربان بود، برای اینکه مفهوم قربانی در او نهفته است و او که یک جا آماده بود که همه چیز خود رو فدای محبوب بکند، جان خود رو بدهد، خود رو بدهد و محبوب رو در چشم خود بنشاند و از طریق او من خود رو منتر و خود رو خودتر بکند. بدیهی است که از عید قربان استقبال میکند و خوش آمد میگوید و اون رو نه نشانه فنای مؤمن بلکه نشانه بقاء مؤکد او میداند که در اثر قربانی کردن میتواند به مراتب عالی‌تری ارتقا یابد. قربانی از کلمه قرب میاد، یعنی نزدیکی. بنابراین شما با قربانی کردن تقرب میجویید و خودتون رو به محبوب در اثر این هدیه گرانبهایی که میبرید نزدیکتر میکنید. ما در نهج البلاغه داریم که امام علی گفتند که الصلاة قربان و کل تقی، نماز قربان پارسایان است، به دو معنا. یکی هدیه است به درگاه خداوند، دوم موجب قربت آنها یعنی نزدیکی و تقرب آنها به حضرت حق می شود. هر عبادتی چنین است، نوعی قربانی است و قربانی اعظم آن است که آدمی پا روی خود بگذارد و نفس اماره رو قربانی بکند. و همچنان که مولانا گفت و ما بارها خوانده ایم، گفت دشمن خویشیم و یار اون که ما را می کشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا می کشد. آنچنان شیرین و خوش در پای او جان می دهیم کان ملک ما را به شهد و شیر و حلوا می کشد. نیست عزراییل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا می کشد. واقعا به شهد و شیر و حلوا می کشد، یعنی این جان دادن در راه او شیرین است، تلخ نیست. آدمی از یار جدا نمی شود بلکه تازه به یار می پیوندد. و این چنین است که مرگ در یک تفسیر صوفیانه عبارت است از رفتن از مخروبه‌ای به گلستانی، رفتن از انزوا به اجتماع و بریدن از یاران ناموافق و پیوستن به یاران موافق و بیرون آوردن جامعه ژنده حیات زمینی و دربر کردن حله‌های فاخر بهشتی. این است معنای مرگ. و بنابراین برای پارسایان و مؤمنان و خداجویان مطلقاً هراسی در این سفر نباید باشد. امن تر از این سفر نداریم برای اینکه روانه میشویم به سوی مقصدی که در اونجا خداوند دستان خود رو گشوده است برای استقبال و خوش آمد گفتن به ارواح پاک و پاکیزه مؤمنان و خداجویان و عاشقان خویشتن. چنین مرگی را آدمی باید به آرزو و به دعا از خدا بخواهد. بله دنیا پرستانند که مرگ برای آنها کراهت دارد، خوش نمی آید و دوست دارند که در همین سجن طبیعت و زندان بدن و قفس تن بمانند، برای اینکه به تعبیر مولانا می بینند که بیرون قفس رو گربه ها احاطه کردند و همین که از قفس رهایی پیدا کنند طعمه آن درندگان خواهند شد. اما وقتی کسی می بیند که بیرون قفس گلستان است، جان او آرزو دارد که این قفس رو بشکند و وارد فضای بیکران و بینهایت شود و از آزادی بینهایت برخوردار شود. باری این معنای قربانی است و امیدوارم که هر کس هر قربانی می کند به استطاعت خود به قدر طاقت خود مقبول درگاه احدیت قرار بگیرد. اما شرط آن است که قربانی بکند. قربانی کردن همواره
امری است که باید مد نظر ما باشد. از وقتمون قربانی کنیم، از پولمون، از انرژی فکریمون، از انرژی بدنیمون، از آبرومون، از هر چه که میتوانیم دائما باید بدیم و این رو به یاد داشته باشیم. نعمت‌هایی رو که به ما دادن همه‌اش برای خود ما نیست، بعضیاش برای اینه که پخش کنیم. هر یکی از ما در حکم گمرکی هستیم که خداوند کالاهایی رو به این گمرک فرستاده. این کالاها باید ترخیص بشن، باید برن به دست صاحبانش برسن. فعلا موقتا به امانت در اختیار ما هستن، نباید امانت ها رو بدزدیم و بفرستیم به خانه خودمون. امانت ها رو به خانه صاحبانشون باید بفرستیم و یک مرتبه نباید غرق این کالاها بشیم و گمان بکنیم که از آن ماست، چون نزد ماست. نه هرچه نزد ماست از آن ماست. نزد ما هست اما از آن ما نیست، برای دیگران است. همون تعبیر زیبایی که قرآن هست که و فی اموالهم حق للسائل و المحروم، در اموال پارسایان یک سهمی هست برای سائل و محروم. اصلا مال اوناست، منتها فعلا در دست ماست و باید به صاحبش برگردان. بسیار خوب، وارد سخن شویم. ما رسیدیم به بخش پایانی داستان 3 شاهزاده‌ای که آمدند و گرفتار عشق معشوقی شدند و ظاهراً هیچ کدام هم به مراد خود نرسیدند. از مولانا شنیدیم و در نوبت پیشین خواندیم که پاره ابیات رو میخوانم. قصه کوتاه کن که رای نفس کور برد او را بعد سالی سوی گور. شاهزاده دوم رو میگه شاه چون از محو شد سوی وجود، چشم مریخیش آن خون کرده بود. چون به ترکش بنگرید آن بی نظیر، دید کم از ترکشش یک چوب تیر. گفت کو آن تیرو از حق باز جست، گفت کاندر حلق او کز تیر توست. عفو کرد آن شاه دریا دل، ولی آمده بود تیر بر مقتلی. کشته شد در نوحه او میگریست، اوست جمله هم کشنده هم ولیست. ور نباشد هر دو او پس کل نیست، هم کشنده خلق و هم ماتم کنیست. شکر میکرد آن شهید زرد خد، کان بزد بر جسم و بر معنی نزد. جسم ظاهر عاقبت هم رفتنیست، تا ابد معنی بخواهد شاد زیست. آن عتاب بر رفت هم بر پوست رفت، دوست بی آزار سوی دوست رفت. گرچه او فتراک شاهنشه گرفت، آخر از عین الکمال او ره گرفت. تا اینجا قصه شاهزاده دوم هم که چشم زخمی خورد و مورد غضب چشم مریخی پادشاه قرار گرفت و زخم بر تن او رسید نه بر جان او و حیات عاجل او رو در نوردید و او رو به جهان باقی ره سپار کرد. تا اینجا این داستان رو خوندیم. اما حالا نوبت این بود که مولانا برای ما از اون شاهزاده سومی سخن بگوید. یک بیت گفت و قصه رو خاتمه داد. وان سوم کاهل ترین هر سه بود، صورت و معنی به کلی او ربود. و قصه رو چنین مولانا تمام کرد. ببخشید. خب مفسران و شارحان مثنوی در این باب سخن بسیار گفتند که چه شد، چرا قصه به اینجا انجامید، چرا مولانا یک مرتبه دنباله قصه رو رها کرد و اون رو ظاهرا ناتمام نهاد. شارحانی هم هستند که معتقدند که نه، قصه تمام شده است و مولانا نه از ترس مرگ و نه به سبب دیگری قصه رو ناتمام ننهاده است. به نظر من هر دو قول درسته. در اینکه مولوی یک مرتبه به قول فرنگی ابرپتلی یک دفعه ناگهان قصه رو قطع کرده آشکار است
و قابل انکار نیست. اون همه شرح و تفصیل که در باب اون دو برادر دیگر آورده بود، اینجا ناگهان جای خودش رو میدهد به یک اختصار و اجمال فوق العاده مجمل که داستان شاهزاده سوم در یک بیت موجز خلاصه می شود. با این وصف و با این وصف بسیار مهم که این سومی از همه کاهلتر بود، که اون نکته کلیدی در اینجاست و من انشاءالله توضیح خواهم داد. اما اگر به سبک مولانا بنگریم، بله، با این یه بیت ماجرا رو پایان بردن موافق سبک و ادب شاعری و شیوه روایتگری او نیست و آدم انتظار دارد که ماجرا رو بشکافد و پیش برود و مطالب بیشتری در اختیار بگذارد، اما این چنین نشده. اما به یه اعتبار هم قصه رو بالاخره تمام کرده، حرف خودش رو در این یه بیت زده که چرا این سومی صورت و معنا رو بود و گوی سبقت از اون دو برادر دیگر رو بود و به غایتی که باید میرسید رسید، ولی اون دو برادر نرسیدن و سرش هم این بود که او کاهلتر بود. و چون در جاهای دیگر مولانا از کاهلی و از تنبلی و از بیکاری پارسایانه و عاشقانه و عابدانه سخن گفته است، اینجا رو مجمل نهاده است تا خود خواننده اون رو بیابد و مقصود و مراد مولانا رو دریابد. بله، البته در همین دفتر ششم مولانا که از مرگ سخن میگوید و از اینکه برادر نخستین رفت و شد با معنی معشوق جفت و اینکه روح او چون قطره‌ای به دریای ارواح پیوست و اینکه نه تنها جامعه تن رو درآورد بلکه جامعه خیال رو هم درآورد و با عریانی کامل به ارواح طیبه و پاکیزه متصل شد، میتواند نشانی از این باشد که مولانا پیش بینی میکرد که رفته رفته دوران رهسپار شدن و رحلت او هم نزدیک است. شاید احوال روحی و جسمی او با او چنین سخن میگفت و چنین خبری رو به او میداد، خبری که برای مولانا به هیچ وجه خبر وحشت آوری نبود، بلکه سخن گفتن از یک سفر پر از شادمانی و پر از موهبت بود. باری حتی ما داستانی داریم، یعنی ابیاتی داریم از پسر مولانا که در پایان بعضی از نسخه های مثنوی آمده، ولی در مثنوی هایی که چاپ شده معمولا نیامده است و این رو جناب گلپنارلی که از محققین ترک هست و اولا مثنوی رو تماما به ترکی ترجمه کرده و آقای دکتر توفیق سبحانی به فارسی ترجمه کردن و یک مجموعه بسیار نیکویی است برای فهم مثنوی و روان کردن آن، خیلی کمک میکنه. و ثانیاً آقای عبدالباقی گلپنارلی یک شرح حال خیلی خوبی هم راجع به مولانا نوشته، یک کتاب مفصلی در باب فرقه مولویه پس از مولانا نوشته است و عمری رو در این راه به تحقیق سپری کرده. ایشان ابیاتی رو از پاره نسخ مثنوی آورده است از قول کی؟ از قول سلطان ولد که فرزند مولانا باشه که بعداً هم خلیفه او شد. من این ابیات رو میخونم برای اینکه ببینیم که درک سلطان ولد فرزند مولانا از پایان این قصه چه بوده. میگوید که مدتی زین مثنوی چون والدم شد خموش، گفتش ولد کی زنده دم، از چه رو دیگر نمیگویی سخن، بهر چه بستی در علم لدن، قصه شاهزادگان نامد به سر، ماند ناسفته بر سوم پسر، گفت نطقم چون شتر زین پس بخفت.
نیستش با هیچ کس تا حشر گفت. هست باقی شرح این لیکن درون، بسته شد دیگر نمی آید برون. همچو اشتر ناطقه اینجا بخفت، او بگوید من زبان بستم ز گفت. وقت رحلت آمد و جستن ز جو، کل شیء هالک الا وجهه. باقی این گفته آید بی زبان، در دل آن کس که دارد زنده جان. گفتگو آخر رسید و عمر هم، مژده کآمد وقت کز غم وارهم. در جهان جان کنم جولان همی، بگذرم زین نم درآیم در یمی الی آخر. خب این ابیات اگر از سلطان ولد باشه و که فرزند مولاناست و پاره از نسخ کهن مثنوی اون رو نقل کردند، اونگاه نشان میدهد که درک کسانی مثل فرزند مولانا این بوده است که قصه گویا ناتمام نهاده شده است. بهتر است بگیم ناتمام نگوییم، بگوییم که بیشرحی که ما انتظار داشتیم تمام شده است. ولی همطور که گفتم در این یه بیت مولانا حرف خودش رو زده است، نکته اصلی رو آورده است که حالا باید در پی شرح و بسط اون نکته اصلی باشیم. خب حالا برای اینکه یادآوری کنم دوستان رو، من اصل داستان رو از مقالات شمس تبریزی میخوانم. اونچه که مولانا میدونیم نظر بسیار به کلمات شمس داشت، بسیاری از تمثیلها و تصویرهای او رو برگرفت و در مثنوی آورد و به نظم کشید و جهانبینی مولانا اساساً پس از دیدار با شمس متحول شد و از چشم شمس جهان رو میدید. این یکی از قصه هایی است که شمس در سخنان خود آورده و پیروان شمس و مولانا اون رو ضبط کرده اند و این داستان زیادتی دارد بر تقریر شمس تبریزی بر آنچه که مولانا آورده است. حالا خوب است که ما این داستان رو با هم بخوانیم. پادشاهی بود او را 3 فرزند بود، فرزندان عزم سفر کردند به مهمی، یعنی برای کار مهم. پدر ایشان را وصیت میکرد 1 باره و 2 باره و 10 باره که در این راه در فلانجا قلعه است، صفت او چنین. چون بدانجا برسید الله الله زود برگذرید و بر آن قلعه مپایید. اگر او این نصیحت ها نمی کرد ایشان را هرگز این خارخار و تقاضا نبود که سوی آن قلعه بنگرند. از این وصیت ها ایشان را تقاضایی و خارخاری یعنی وسوسه‌ای خواست که عجب در آن قلعه چه چیز است که او چندین منع می کند که الانسان حریص علی ما منع. در آن قلعه در آمدند، حکایت معروف است. دیدند بر دیوار آن صورت دختر پادشاه و عاشق شدند. آمدند به ضرورت خواستگاری کردند. ببینید این تفاوت ها که با داستان مولوی هست. آمدند به ضرورت خواستگاری کردند. پادشاه گفت بروید ایشان را بنمایید، یعنی نشان بدهید اون خندق پرسر بریده که هر که خواستاری کرد و نشان دختر نیاورد حال او چه شد. رفتند دیدند خندقی پرسر بریده. پسر بزرگین دعوی کرد که من نشان بیاورم، عاجز آمد، او را نیز کشتند. دوم نیز همچنین. آن پسر کوچکین آمد گفت، یعنی پادشاه گفت اگر از دیگران عبرت نمیگیری از برادران خود عبرت گیر. گفت برادر گفت صبر با عشق بر نمی آید، صبر فریاد رس نمی آید. صابری خوش ولایتی است ولیک زیر فرمان کس نمی آید. شرط کرد و در طلب ایستاد، یعنی شاهزاده سوم.
دایه و دختر را بر صدق او رحم آمد. او را دلالت کرد که گاوی زرین بسازد و در اندرون آن گاو برود تا به حیله ها در کوشک دختر راه یافت. هر شب که خلق آرام گرفتی الا عاشقان که از نور عشق ایشان را شب نمانده است و لذت عشق از لذت خواب مستغنی کرده، هر شب که خلق آرام گرفتی از گاو بیرون آمدی و شمعها و شرابها را از جا بگردانیدی و سر زلف دختر را پژولانیدی، یعنی آشفته کردی. چون روز شدی نشانیها دیدندی و هیچ کس ندیدندی. حاصل خلاصه تا روبند دختر بستد. رفت و روبنده یا روسری دختر رو این شاهزاده گاونشین داخل قصر دختر پادشاه یواشکی رفت و شبانه روسری و روبنده دختر رو برداشت که نشان آن بود. یعنی اونی که پادشاه میخواست که اگه نشان نیارید دختر رو به شما نمیدهم، این امر بسیار محرمانه و مخفیانه دخترش بود که اگر کسی بتونه اون رو بر من بیاره دختر از آن اوست. بیامد که نشان آوردم. خلق خود بی نشان چندان به فر و صدق او مرید شده بودند که اگر این پادشاه قصد او کند ما قوقا کنیم و قصد پادشاه کنیم اگر قصد این شاهزاده کند. اینجا هم البته نکته جالبی است. مردم انقدر عاشق این شاهزاده مظلوم شده بودند از حسن سلوک او و از رفتار او که همه میگفتن اگر این شاهزاده حتی نشان رو نیاورد و پادشاه قصد خون او بکند ما شورش خواهیم کرد و پادشاه رو خواهیم کشت تا شاهزاده رو بر جا بگذاریم. البته اگر قصد این شاهزاده کند البته او را هلاک کنیم، یعنی پادشاه را، زیرا محبوب بود. گفت حاجت نیست. شاهزاده گفت حاجت نیست، خود من نشان بنمایم چنان که در حال پادشاه بمیرد. یعنی این نشان من چنان کوبنده است که او اصلا از فرط دهشت خواهد مرد، چنان که در حال پادشاه بمیرد شما پای او بکشید مرده و بیرون آورید. پادشاه گفت با این همه نشان کو؟ گفت آوردم، اما تو و وزیر و من شاهزاده در خلوت درآییم چنان نشان بنمایم که تو بیهوش شوی که یقین شودت که هیچ شکی و گمانی و شبهه‌ای نماند. چون در آمدند اون سربند دختر و انگشتری و اون علامتهای دیگر با او نمود. اینجا حالا دو بیت شعرم آورده جناب شمس. غم با لطف تو شادمانی گردد، عمر از نظر تو جاودانی گردد. گر باد به دوزخ برد از کوی تو خاک، آتش همه آب زندگانی گردد. و بعد دو بیت دیگه. عشق اگرچه بلای روزگار است خوش است، وین باده اگرچه پرخمار است خوش است. ورزیدن عشق اگرچه کاری صعب است، چون با تو نگاری سر و کار است خوش است. تا اینجا یک نوبت است که جناب شمس از داستان پادشاه و شاهزاده سخن می‌گوید. چند صفحه بعد در همون مقالات باز این داستان رو بسیار بسیار مختصر دوباره بیان میکنه که بد نیست اون رو هم بخوانم براتون. اون پادشاه 3 پسر داشت و وصیت کردشان که زینهار الله الله به فلان قرعه در مروید. اگر آن نگفتی ایشان را یاد آن نبودی. تا رفتند صورتی دیدند که در صفت نگنجد، دختر فلان پادشاه، نامش نوشتند. رفتند به خواستاری. پادشاه گفت مرا دختر نیست، هر که دعوی کند و نشان نیارد سر او ببرد. آن 2 پسران سر به باد دادند، سرشان را در آن خندق انداختند که پرسر شده بود همه از این واقعه. و بعد میگوید که خدمت شما را به شمس میگه به حکایت تصدیع ندهند و اگر نه
آیت‌هایی است در شرح این و احادیث است نبوی خاصه در تقریر اون گاو زرین و دریافتن داعیه و دختر و عاقبت نشان بیرون آوردن. و بعد اضافه میکنیم که سپاه گفتند اگر پادشاه قصد شاهزاده کند یقین پادشاه را میکشیم. بر این مصمم شدند چون که شاهزاده بسیار زیبا و ملیح بود. گفت حاجت نیست الی آخر داستان. خب ملاحظه کنید داستانی که جناب شمس تبریز میگه و قطعا منبع اصلی مولانا بوده است همین است که خواندیم با همه ورژن ها و نسخه ها و حواشی و زوائد و مکملات و ملحقات. اما مولانا خب این چنین نیست داستانش. اولا که وقتی داستان رو در مثنوی در دفتر ششم آغاز میکنه چندان ربطی به ما قبل او ندارد، چون معمولا مولانا یا بر اثر تداعی و جرار کلام به تعبیر خودش کشیده می شود و داستانی بر زبان او می آید و نکته‌ای رو نقل می کند و یا عمدن چنان که می توان حس کرد در پایان یک بخشی یکی دو بیت می آورد که این بیت ها حلقه وصلند به موضوع بعدی که می تواند داستانی باشد یا حکمتی باشد. در مورد داستان سه شاهزاده چنین نیست. مولانا عزم داشته است که این قصه رو در مثنوی و در پایان عمر خود بگنجاند و حرفهای ناگفته خود رو با ما بگوید که الحق خیلی سخنان مهمی در دل این داستان آمده بود که با یکدیگر شنیدیم و خواندیم و بهره بردیم. خب داستان مولانا این نیست که اینها هر سه تا به خواستگاری رفتن، این نیست که دو تا از اینها سرشون رو به باد دادن. هیچ کدوم اینها در این داستان در تقریر مولانا نیامده است. بله سفارش پدر که خود پادشاهی بود که به فلان قلعه نروید و تأثیر این سفارش به نحو منفی و معکوس در این سه شاهزاده که از قضا اونها رو حریص‌تر کرد که بروند و ببینند که در اون قلعه چه خبر است که این همه پدر اونها رو منع می کند. این هم در داستان گویی و روایت پردازی مولانا آمده و هم در تقریر شمس چنان که خواندم و این البته به خودی خود یک حکمت بزرگی است و من در ضمن شرح داستان گفتم که پاره از نهی ها برای زیر پا نهادن اون نهی است و پاره از امرها برای زیر پا نهادن اون امر است تا شنونده و مخاطب که باشد. امر کردند به ابراهیم ظاهرا در خواب که فرزندت رو بکش. این امر برای زیر پا نهادن امر بود، برای این بود که او این امر رو اطاعت نکند. امتحان او این بود که نه هر امری اطاعت کرده نیست. گاهی در بعضی از اوامر مصالحی و حکمتهایی نهفته است که اون حکمتها در عدم فرمان برداری ظاهر خواهد شد. نمونه دیگرش در نهی آدم بود از خوردن اون شجره ممنوعه. اون نهی در واقع آدم رو حریص کرد بر خوردن از درخت ممنوع، یعنی اون نهی شد برای این که اون نهی زیر پا نهاده شود و شکسته شود و اونگاه تاریخ بشر و قافله این تاریخ به راه بیفتد و آدمی بخورد و جامه های خود رو در بازد و از بهشت بیرون بیاید و بر زمین بیاید و نسل بشر رو پدید بیاورد تا پایان تاریخ و خداوند پیامبران رو بفرستد و این قوقایی که در عالم پدید آمده است پدید آید که مصالحش رو خداوند می‌داند و ما نمی‌دانیم. خب ببینید پاره از نهی ها برای از قضا ترغیب شماست به این که اون عمل رو انجام بدید، چون الانسان حریص علی ما منع. در اینجا اولین حکمتی که در این داستان می‌بینیم این است. تا اینجا مشابهتی هست بین تقریر شمس و تقریر مولانا، بعداً دیگه اختلافات آغاز می شود. اولا تداعی های بسیار در دل این داستان در می آید که از شیوه مولانا به هیچ وجه غریب نیست و ایشان نکته در نکته می آورد و داستان در داستان می پیچد
برای اینکه حرفهای ناگفته خودش رو در دل این داستان با ما در میان بگذارد، مخصوصا وقتی که قلعه ذات الصور یا قلعه هوشربا رو مطرح می کند و بحث از صورت در میان می آید. اونجا داد سخن می دهد در اینکه صورت چیست و این عالم که عالم صور است، معنا در صور نهفته شده است و از دل صورت باید از روی صورت باید عبور کرد و به مغز او و به دل او رسید که معنا باشد و غافلان در قفس و قلعه صورت میمانند و آگاهان فراتر میروند. سخن بسیار در باب صورت گفت و همچنین نکته های عالی بسیار دیگری در جای جای. اما نکته این است که شاهزاده اول صبوری رو در عشق اون دختر برنتافت و با گفت که صبر من مرد شبی که عشق زاد، در گذشت و حاضران را عمر باد و رفت و پا رو بر سفر نهاد برای یافتن محبوب، ولی نرسیده به محبوب از دنیا رفت و اونجاست که مولانا همون ابیات بسیار نیکوی خود رو میگوید که بشت با معنی معشوق جفت، گفت لبسش گرز شعر و ششتر است، اعتناق بی حجابش خوشتر است، من شدم عریان ز تن او از خیال، می خرامم در نهایات الوصال. بنابراین صورت معشوق زو شد در نهفت، رفت و شد با معنی معشوق جفت. و بعد اون ابیات فوق العاده که تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنت مرکب چوبین بود، مرکب چوبین به خشکی ابتر است، خاص اون دریاییان را رهبر است الی آخر. این سرنوشت شاهزاده اولی بود که به خواستگاری نرفت، سر خودش رو هم به باد نداد و در این جهان که نرسید به وصال معشوق، ولی به عریانی و برهنگی تمام، هم از بدن عریان شد هم از خیال و به معشوق خود پیوست، مثل قطره‌ای که به دریا می پیوندد. خب اما برادر دوم سعی و کوشش بیشتر کرد و چندان رفت که خود رو به پادشاه رساند و در نزد پادشاه رتبه خیلی بلندی و رفیعی پیدا کرد و از مزایای مادی و معنوی حضور در محضر پادشاه برخوردار شد. پادشاه ظاهراً پادشاه بود، دربار آراسته‌ای داشت و دربار او آراسته به اصناف نعمتها بود و جناب شاهزاده دوم از همه اینا برخوردار بود و شاه ضمناً یک شاه معنوی هم بود، آنچنان که مولانا به ما میگوید ولذا فیوزات و فتوحات معنوی او هم نصیبش شاهزاده دوم میشد و او به مقام ولایت رسید. یعنی چنان شد که خود او با چشمان خود حقایق رو بی واسطه دیگری درک میکرد و در چنان رتبه عظیمی و رفیعی نشست. اما و هزار اما، ناگهان عجب که آخرین بلایی است که به سر مخلصان می آید او رو فرا گرفت. یعنی همه مقامات ترقی و کمال رو سیر کرده بود، اما ناگهان عجب، خودپسندی او رو فرا گرفت که این منم طاووس علیین شده، من به این درجات رسیدم و نه تنها به این درجات رسیدم، اصلا به پیشینه خود هم نظر نمی کنم، نمی بینم که معلمی داشتم، مرشدی و راهنمایی داشتم، از دست او تغذیه کردم، غذا گرفتم، به تلقین و به همت او بود که من به اینجاها رسیدم. اینا رو هم فراموش شد، لاف اناللهی زد، فرعونیت او رو فرا گرفت و به دلیل این فرعونیتی که او رو فرا گرفت از پادشاه
که مرشد معنوی او هم بود زخم نهان خورد و این زخم نهان باعث نشد که او مراتب و مقامات خود را از دست بدهد، بلکه به تعبیری که الان از مولانا خواندیم این زخم بر جسم او خورد. بختیار بود که زخم روح او رو نشانه نگرفت و مجروح نکرد و او هم دنیا رو گذاشت و رفت. بنابراین او هم سری به باد نداد و به وصال دختر هم نرسید. اما این برادر سوم که مولانا او رو کاهلترین آنها بیان می کند، در واقع معناش این است که هیچ جهد و کوششی نکرد. اولی کوشید و در نیمه راه به اجل خود رسید و جهان فانی رو وانهاد. دومی کوشید تا به پادشاه هم رسید، اما به دختر او نرسید، او هم غالب تهی کرد. اما برادر سوم که از همه کاهلتر بود هیچ جهدی و کوششی و تلاشی نکرد، همینطور نشست و اونجا هم که رفت، بنابر اونچه که در مولانا دیگه همینجا قصه رو ختم میکنه، اما مطابق تقریر شمس به دربار پادشاه هم که رفت، باز بدون اینکه خودش جهدی بکنه، دایه اون دختر خانم، اون شاه دخت، دلش بر این شاهزاده سوخت و او رو پنهانی و از طریق یک گاو زرین به درون قصر دختر پادشاه برد، راه ها رو به او نشان داد، نشانه ها رو به دست او داد و فردا جناب شاهزاده سوم که کاهل ترین بود در مقابل پادشاه ظفرمندانه ظاهر شد و گفت اون نشانه ها رو که میخواستی آوردم و چنان نشانت بدهم که از هوش بروی و بلکه بمیری، که پای تو رو، جنازه تو رو بگیرند و از قصر بیرون ببرند. این چنین با پیروزی در مقابل اون اعلی حضرت مقتدر ظاهر شد و شاخ گستاخ او رو شکست و توانست که اون دختر خانم رو اینطور رایگان بی زحمت به دست بیاورد. نکته اصلی مولانا همینجاست. این شعر حافظ رو به یاد دارید: دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. به ما بگن خودتو بکش، ریاضت بکش، عبادت کن، شب زنده‌داری کن، حج برو، قربانی کن، صدقه بده، انفاقات بده، زکوات بده و جانفشانی کن، شهادت رو پذیرا باش برای اینکه یه قطعه باغچه تو بهش به تو بدیم. فایده نداره که. دولت آن است که چی؟ بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی عمل باغ جنان این همه نیست، یعنی اهمیتی نداره. این از اندیشه های رایج نزد صوفیان ما بوده است و احتیاج به واکاوی و بازشکافی دارد تا انسان گمان نکند که یعنی تنبلی و کاهلی و بیکاری و بیاری. این حرفا نیست، معنی خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تری داره. ولی این جناب شاهزاده کوچکترین، ایشان واقعا بی خون دل به دولت رسید، یعنی خودش که جهدی نکرد، نزد پادشاه هم رفت، با اینکه البته جرأت کرده بود و اون جسارت او برای پا نهادن در این مسیر ستودنی است، چون که عاقبت روشنی نداشت بلکه عاقبت بسیار هولناکی داشت، ولی رفت و همین مقدار او رو در واقع نجات داد. بعد همه چیز رایگان به دست او رسید، اون دور از چشم پادشاه اون دایه کمک کرد و وصال رو میسر گردانید. خب این تفاوت بین این دو تقریر کاملا روایتگری مولانا رو نشان میدهد. در بقیه داستانها هم مولانا این چنین کرده، یه قصه رو میگیره، یه فحوایی، یه شمایی، یه نمای بیرونی رو از او بر میگیره و توی او رو خودش پر میکنه، برای اینکه اون که نیامده قصه بگه، که اون اومده حرف خودش رو بزنه، اما خب یه به صورت زیبایی به او میپوشاند، برای اینکه کسانی مثل ما رو که چشممون تاب مواجهه با خورشید رو نداره، از پس ابر
اون نور رو دریابیم و از درخشش خورشید بی نصیب نمانیم. این اون چیزی است که در روایت گری و روایت پردازی مولانا میگذرد، در اینجا هم بوده. لذا اینجا برای شاهزاده ها هر کدومشون مسیر رو معین میکنه و شاهزاده آخری رو هم به وصال میرساند، در عین اینکه هیچ شرح و بسطی در باب کیفیت رسیدن او به وصال برای ما نمیگوید و شمس تبریز اینجا به کمک ما میاد و میگوید که چگونه دایه به او کمک کرده است. خیلی خوب، این تفاوتی که بین این تقریرها هست. خب از گذشته های دور میان شارحان مولانا بحث فراوان بوده. در دوران ما هم علل خصوص که دورانی است که به روایت توجه بیشتری می شود و در این باب سخن بسیار گفتند قصه شناسان شرق و غرب، بدیهی است که ماجرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته که این داستان رو چگونه باید فهمید و پادشاه کیست، شاهزادگان کیستند، قلعه ذات الصور چیست، عشق به صورت دختر پادشاه چیست، دختر پادشاه اصلا کیست و اون پادشاه اول و اون پادشاه دوم کیست، اینها 2 نفرن، 1 نفرن و بسی سوالهای دیگری که در اینجا هست. و خب درست مثل قصه کنیزک و پادشاه در دفتر اول که در اونجا هم داستان شناسان و اسطوره شناسان آمدند و توضیحات بسیاری دادند. من هم در 2-3 سال پیش که مشغول شرح اون دفتر بودیم رأی خودم رو در اون باب گفتم و تحلیلی رو که از اون داستان میتوان به دست داد، دست کم اونچنان که به خاطر فاطر این مسکین میرسید اونجا در میان نهادم. اینجا هم ماجرا همینطور است. سخن گفته شده است، نمیگم سخن بسیار گفته شده است، اما اینجا و اونجا شما ببینید که جهدهایی شده است برای اینکه این قصه رو تفسیر بکنن. من ابتدا از جناب ملا هادی سبزواری، حکیم سبزواری، یک تفسیری رو یا تأویلی رو از این داستان برای شما میخوانم. میدانید که مرحوم حکیم سبزواری شرحی دارد بر مثنوی، شرح فیلسوفانه‌ای دارد بنابر مکتب صدرالدین شیرازی و محی الدین عربی. این شرح در 3 جلد هم سال هاست که به چاپ رسیده، آنلاین هم میتوانید آن رو پیدا کنید. شرح مثنوی حکیم سبزواری. همه مثنوی رو همیشون شرح نکرده، پاره از ابیات رو که به نظر ایشون واجد معانی عمیق بودن و حاجت به شرح خاص داشتن، اونها رو برگرفته و شرح کرده است. عرض می شود که اجازه بدید من تفسیر جناب حکیم سبزواری رو، بخشش رو برای شما اینجا بخوانم. عرض می شود که وقتی که به این بیت می رسد از دفتر 6: این سخن پایان ندارد، آن گروه صورتی دیدند با حسن و شکوه. ایشون میگوید که چون قلعه ذات الصور را دانستی. خب البته قبلا راجع به قلعه ذات الصور سخنی میگه، بنده براتون خواهم گفت. یادتون باشه که قلعه ذات الصور نزد مولانا 10 تا در داشت، 10 تا دریچه داشت. 5 تاش رو به خشکی باز میشد، 5 تاش رو به دریا. و جناب ملا هادی سبزواری و شاید خیلی های دیگه گفتند که خب این منظور وجود آدمی است که 5 حس ظاهر دارد که رو به طبیعت است و 5 حس باطن دارد که دریافت معانی ماوراء طبیعی می کند. بسیار شبیه است به بعضی از تمثیلاتی که مرحوم حکیم شهاب الدین سهروردی در داستانهای رمزی خودش و مخصوصا در داستان عقل سرخ آورده است. در اونجا از سالکی حکایت می کند، میگه 10 کس رو بر من گماشتند و این شماره 10 در اونجا هست که جناب
آقای دکتر پورنامداریان همینطور تفسیر کردن که این 10 کسری که من گذاشتن یعنی 5 حس ظاهر و 5 حس باطن. حواس ظاهری که همه میدونیم سامع و بصر غیره، حس های داخلی هم عاقله هست و متخیله هست و از میشود حافظه هست و اینها که اونا معانی رو حفظ میکنن و مخصوصا قوه عاقله که به مراتب بالای معنا میرسد، یعنی کشف کلیات میکند و حقایق و بقیه حواس. تفسیر جناب حکیم سبزواری هم همان است. لذا اینجا میگه چون قلعه ذات الصور رو دانستی، حالا میخواد به ما بگوید که تعویل انس برادر و انس شاهزاده چیست. پس بدان تعویل باقی را که شاه عقل کل است، که عقول مفارقه وجوه اویند. عقول مفارقه این عقول مجرد از ماده، این اصطلاح فلسفی است که به موجودات مجرد میگن مفارق، یعنی فاصله دارن، فرق دارن با عالم طبیعت. و 3 پسر او، پس حالا پادشاه شد عقل کل، 3 تا پسر داره. اولیش نفس ناطقه قدسی است، دومی عقل نظری و سومی عقل عملی که 2 قوه اویند. یعنی نفس ناطقه ما 2 قوه دارد، قوه عقل نظری و قوه عقل عملی، و این 3 تا با هم میشن اون 3 تا شاهزاده. و به اینها توانند عوالم قدسیه را از ملکوت و جبروت و لاهوت بپیمایند و سیر الی الله و فی الله و من الله کنند و آمدنشان به قلعه ذات الصور هبوطشان باشد از عالم عقول کلیه به این عالم صوری دنیوی. پس قلعه ذات الصور در واقع جهان جسمانی و عالم طبیعت است و عالمی است که ما آدمیان در او زندگی میکنیم و دیگر موجودات طبیعی. همه ما هبوط کرده ایم، یعنی یه روزی ما در بهشت بودیم، ما در عالم دیگری بودیم، هرچه که بود ما هبوط کردیم. این مفهوم هبوط خیلی 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 مفهوم مهمی است، هم در مسیحیت و هم در عالم اسلام. اینکه ما ریشه‌ای در عالم دیگر داشتیم و از اونجا به این عالم فرود آمده ایم، این درست در مقابل این نظریه های ناتورالیستی ماتریالیستی می نشیند که گویی که همه چیز ما از این خاک است و هیچ نسبتی با عالم بالا نداریم. اینطوری نیست. در واقع این جهان نازل شده و پایین تر آمده جهان بالاست و اون چه که اونجا بوده یه نسخه دیگری، البته نسخه نازلی از او در این عالم، یه کپی رنگ و رو رفته از او در این جهان پیدا می شود که اندیشه های افلاطونی است و بعد هم اندیشه شیخ سهروردی، عالم مثال، عالم انوار اصفهبدیه و عالم حور قلیا و عالم ملکوت و ناکجا آباد در اصطلاحات او و عرض ملکوت و جابلقا و جابلسا و حور قلیا و چه و چه و چه، که همه عالم متوسطی هستند بین عقول کلیه و بین این جهان طبیعتی که ما هستیم. ما آمدیم پایین، یه هبوطی نصیب ما شده است. در داستان ها آمده است که آدم از بهشت آمد پایین، اومد روی زمین. داستان ها یعنی اسطوره های دینی، ولی در اصطلاحات و ادبیات فلسفی اون موجودات عالی تنزل کردن بدون اینکه جای اولیه خودشون از دست بدن، بدون تجافی از محل اولیه خودشون تنزل کردن، آمدن پایین. همونطور که به قول ملا صدرا عقل ما، نفس ما، اراده ما تنزل پیدا میکند، میاد در اندامهای ما. و وقتی که من سخن میگم، وقتی دستم رو تکان میدم، این نفس من است که دست من رو تکان میدهد، این نفس من است که زبان من تکان میدهد. یعنی در واقع اون نفس تنزل کرده آمده و
کار زبان رو می کند، کار دست رو می کند، بدون اینکه نفس از نفسانیت اصلی خودش دست کشیده باشد. این عالم بزرگ مثل یک انسان کبیر میمونه که روحی داره، عقلی داره و این روح و عقل میان به مراتب پایینتر و همین افعال طبیعی رو انجام میدن. مولا صدرا در اون رساله خلق الاعمالش میگه انه تعالی ینزل منازل الاشیاء و یفعل فعلها. خداوند میاد پایین به مرتبه و منزله اشیا و فعل اشیا رو انجام میده. یعنی هر شیئی که هر فعلی انجام میده در واقع خداوند است که داره انجام میده و لذا خداوند سراسر عالم وجود رو پر کرده است. هیچ جا نیست که از او خالی باشه و هیچ موجودی نیست که مستقل و مستغنی از او باشد و سراسر عالم وجود رو یک موجود بیشتر پر نکرده که خداوند است و الباقی شؤونه و نعوته، بقیه افعال او هستند. خب این نکته رو اینجا جناب حکیم سبزواری میگوید که قلعه ذات الصور همین طبیعت است که پر از صورتهای مفتون کننده و هوش رباست و ما آمدیم اینجا. در اون غزلش مولانا میگوید که از چه فرود آمدیم باز کنیم این کجاست. ما برای چی اومدیم اینجا؟ اصلا برای چی اومدیم اینجا؟ ببینیم اینجا کجاست و بعد بلندشیم بریم سر جامون. دیدیم این جهان را تا اون جهان رویم، هر کسی کو دور مانده از اصل خیش باز روید روزگار وصل خیش. بریم به وصال برسیم، اینجا ما دچار فراقیم. رباب چه میگفت مولانا؟ هیچ میدانی چه میگوید رباب؟ زشک گرم و از جگرهای کباب، پوستیم من دور مانده من ز چوب، چون ننالم از وداع و از فراق. رباب مثلا موسیقی نغمه فراق است و همیشه برای ما میگوید که ما از جالب، پس حکیمان گفتند این لحنها از دوار چرخ بگفتیم ما، ناله سرنا و تهدید دهل چیزکی ماند بدان ناقور کل. و پس خیال عاشقان آمد سماع، که در او باشد خیال اجتماع. این سماع برای این است که ما رو به یاد اجتماع می اندازه، یعنی به یاد اون دورانی که جمع بودیم، پیش هم بودیم و الان که گرفتار فراقیم، این ما رو دوباره به اون عالم می برد. خب حالا چین چیه؟ اینجا چون بحث چین هم بود دیگه، نزد گذشتگان چین اصلا بهش میگفتن چین صورت. چین یعنی اصلا کل این عالم طبیعت که قلعه ذات الصور یک بخشی از اوست و چین عالم صورت و نگارش است. در گذشته تو ادبیات ما این اصطلاح به کار میبردن، هند معنی و چین صورت. نه که نقاشان چین شهره بودن در نگارگری و نقاشی، چین صورت میگفتن و از او اراده میکردن که اصلا چین محل صورتگری و صورت هاست، یعنی جهان، یعنی ظاهر جهان. و هند رو که خب جای مرتازان بود و جوکیان و باطنگرایان و هندوان، میگفتن هند معنا. و چین الحق این چنین هم هست، یعنی حتی امروز هم وقتی که مینگریم بارقه چندانی از معنویت در چین نمیبینیم و یک مادیت و یک ماتریالیزم سراسری اونجا رو فرا گرفته است. بله البته مکتب تائو در چین بوده است که بسیار شبیه مکتب‌های عرفانی شرق است، اما مکتب مغلوب، مکتبی که پیرو و راهرو زیادی پیدا نکرد. اونچه که گسترش تام و کامل یافت همون آیین کنفوسیوس بود که یک آیین این جهانی است نه آن جهانی، و چین همچنان مانده است. و اما هند پر است از خدایان، پر است اصلا از همه جاش قل و قل این باطن و معنا می جوشه و میاد بیرون. و کمی به گذشته چین اگر به هند اگه بنگرید، واقعا یه دیگه واقعا مثل که دنیا رو رها کرده بودن، جور دیگه زندگی میکردن در این جهان. انتظار و توقع این که در رفاه باشن، این که
زندگی آراسته‌ای و برخورداری داشته باشن نبود. جز یه عده پولدارا، مهاراجه ها و بعضی پادشاهان، عامه خلق در یک جور جدایی و غفلت از حیات مادی زندگی میکردند و سرگرم یک ترنس ها و یک تواجد های معنوی بودند. هنوزم البته چین، هند اخذن معناست، نه هنوزم از این گونه بزرگان فراوان در هند یافت میشوند که یکیشون در چین هم یافت نمیشود. و چین عالم صورت و نگارش است که چین اقصی الممالک است. در گذشته تصور میکردن دورترین مملکت به ممالک اسلامی چینه، به همین دلیل هم اون روایت را از پیامبر نقل میکردن که به دنبال دانش بروید حتی اگر در چین باشه، یعنی خیلی جای دوری باشه. و صورت نگاری متکامل است در آن و صورت پرستی در آنجا متوافر و اهل معنی نادر و متقاصرند. راجع به چین داره میگه، اونجا صورت پرستی متوافر است و دیدن صورت مثالی در این صورت طبیعی است که پیش از ورود بر این عالم همه ارواح در عالم زر و موطن عهد و میثاق که عالم مثال است وارد شدند و آن از قصر قلعه که در فهرست فرموده. پس اونجا عالم مثال رو جناب، یعنی همون عالم حور قلیا رو جناب حکیم سبزواری قلعه میداند و چین رو عالم طبیعت میداند و اون سه شاهزاده رو کیا میدونه؟ نفس ناطقه میدانه و عقل نظری و عقل عملی. بیشتر از این نمیگوید. بعد میگوید که عشقشان به دختر شاه چین عشقشان است به بدن که کل الصور در آن منطوی است. مجمل مفصل و لفظ و نشر و معلوم است که عشق شدید و علاقه اکید دارند به صورت بدنیه و در چاه بلا افتادند به سبب شواغل طبیعیه و ممنوع شدند از سیر در اسقاع ربوبیه به بقاء در بقاع سوریه ناسوتیه. حالا انشاء جناب حکیم سبزواری است، هم لغات عربی غلیظ رو هم در کنار هم نشانده، ولی معناش روشنه دیگه. ایشون اون دختر شاهزاده رو، اون دختر خانم رو هم در واقع خود بدن میدانه و اینکه ما وقتی که وارد این عالم و وارد بدن شدیم عاشق بدن خودمون هستیم و نمیخوایم هم این رو رها کنیم، حتی گاهی جانمون رو هم فدای این بدن میکنیم. این همه کسان رو ببینید سرنگون افتادگان زیر منار مینگر صدها هزار اندر هزار. چقدر آدما جانشون رو فدای مال کردن، فدای همه عشقهای دنیوی کردن، فدای قدرت و ثروت کردن که فراوان 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 که واقعا آدم حیرت میکنه. میبینن که مخصوصا تو کشورهای مثل ما که دموکراتیک نیست که به طرف قدرت رفتن چه هزینه‌های بالایی داره. میبینن که چقدر صدر اعظم ها، نخست وزیرها سرشون برباد رفت، باز هم سر و دست میشکنن برای اینکه به این مناصب برسن. مناصبی که بسیار پایه های تختش لرزان است و به تعبیری که در مورد نادرشاه داشتن، سر شب سر قتل و تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت، به یک گردش چرخ نیلوفری نه نادر به جا ماند و نه نادری. این همه پادشاهان که با قدرت و اقتدار سلطنت کردن به یک شب بساطشون برچیده شد، سرشون رو بریدند، عزلشون کردن، زندانشون کردن، چشمشون رو کور کردن. پر است کتاب‌های گذشته ما. با همه احوال این عشقی که ما داریم مگه میذاره چشممون ببیند و گوشمون بشنود؟ حب الشیء یعمی و یسم. و میرویم و خودمون رو به مهلکه میاندازیم، همونطور که این دو برادر خودشون رو به مهلکه انداختن که عقل نظری باشد و عقل عملی. و چون مجردند و عقلا لاجرم سیر در آفاق عالم قدس دارن. اما یه نکته آخری که اینجا بد نیست بگویم و میدانم خاطر خانم ها رو قدری مشوش میکند، از باز قول جناب ملا هادی سبزواری میگه و دختر گفتن تن را
به سبب انوثت عالم جسمانی و انفعال ماده است و پسر بودن نطقیه قدسیه و عقلش معلوم است چه عالم عقول ذکوریت و فعالیت دارد. میگه این که ما گفتیم که اون دختر پادشاه منظور تنه و تن رو مؤنث شمردیم، به خاطر همین است که بالاخره مؤنث چی دیگه یه مرتبه پایین تری داره و مقامش مقام انفعال است، مقام فاعلیت نیست. اما این که گفتیم که اون قوه قدسیه، نفس ناطقه قدسیه و عقول، عقل نظری، عقل عملی، اینا پسرن و مذکرن، برای این است که عالم ذکوریت یعنی مذکر بودن و مرد بودن عالم فاعلیت است، از او کار برمی آید و اوست که قدرت دارد و منفعل نیست. خب به حال باید بالاخره توضیح داده بشه در این داستان که چرا این پادشاه 3 پسر داشت، 3 دختر نداشت، چرا پادشاه مرد بود خودش، چرا زن نبود و چرا اینا عاشق دختر پادشاه شدن. حالا روی ظواهر امر خب بله بالاخره پسرها عاشق دخترها میشن، به خواستگاری میرن، فداکاری میکنن، گاهی به وصال میرسن گاهی نمیرسن، ولی وقتی شما یه داستان تعویلی میسازین هر نکتهش باید معنی داشته باشه. هیچ چیزی رو اونجا شما نمیتونید که به چانس رها بکنید، همینطوری بگید خب بالا دیگه بود دیگه، پسر بود دختر نه، اینطوری نیست. مثلا اگه تو این داستان گفته بود این پادشاه 3 فرزند داشت، یکیشون دختر بود 2 تاشون پسر، خب ما خیلی تو فکر فرو میرفتیم که خب لابد یه حکمتی هست که یکیشون دختر 2 تاشون پسر، یا 2 تاشون دختر یکیشون پسر. حالا که همینطوری گفته که 3 پسر بودن، ما ممکنه از کنارشون همینطوری عبور کنیم و چندان نیندیشیم که ماجرا اصلی است. به هر حال این یک تأویل از تأویلات رایجه که خلاصش برمیگرده به این که آدمی از عالم ملکوت، عالم بی صورت، آمد به نگارستان چین که عالم صورت است و در این عالم صورت هم رفت در قلعه ذات الصور که دختر پادشاه چین اونجاست و اون قلعه همین خود آدمی است که دختر پادشاه چین هم همین بدن آدمی است که عاشق هستیم و روح عاشق این بدن شد، عاشق لذات جسمانی شد و سر باخت. اما توضیح نمیده که اون کوچیکه چرا کوچیکتر بود، چرا کاهل بود، چرا او به مراد رسید و اینها نرسیدن. دیگه این رمزها رو نمیگشاید، یه کلی در این باب میگوید و میگذرد. کسانی هم برگرفتند این رأی رو. مرحوم آقای همایی چیزی شبیه حکیم سبزواری میگوید. میدونید مرحوم جلال همایی یک کتاب خاصی داره در شرح قلعه ذات الصور یا هوشربا که ابیاتش رو معنی کرده، توضیحات خوبی هم داده. توصیه میکنم اگر کسانی راغبن که تأویل ایشان رو هم از اون داستان بشنوند و بدانند به اون کتاب مراجعه کنند. من در این باب سخنی اکنون نمیگویم. عرض می شود که اما اونچه که به خاطر این حقیر میرسد اون رو هم بیفزایم و علی‌الظاهر همچنان که پیش بینی میکردم این جلسه ما قبل آخر خواهد بود و نمیتوانیم شرح مثنوی رو به پایان ببریم. عرض می شود که خب من ابتدا در این فکر رفتم که شاید مولانا این داستان رو که خب اصلش رو از جناب شمس گرفته، با پرورشی که به داستان داده استفاده کرده است از بنمایه هایی که در داستان پردازی های حکیم سهروردی هست. میدونید که شیخ شهاب سهروردی غیر از آثار فیلسوفان بسیار مهمی که داره و در صدر آنها کتاب حکمت الاشراق که به مدد هانری کوربن ایران شناس و عرفان شناس فرانسوی به چاپ رسید،
یک دسته داستان‌های فارسی هم داره. این داستان‌های فارسی فوق‌العاده اند، هم به لحاظ معنا هم به لحاظ صورت. اولا ادبیات لطیفی در این داستان‌ها هست که هوش‌رباست به حقیقت، و ثانیاً تمثیلی و تعویلی است که باید نشست و رمز اونها رو گشود که اون هم لذتی فوق وصف داره. و وقتی که آدم قصه رو میخوانه از زبان این حکیم 30 و چند ساله که عیساوار عمر کوتاهی داشت، ازدواج هم نکرده بود و عاقبت هم به دست دشمنان کشته شد، حقیقتاً وقتی که میخوانه اولا تحسین میکنه این مرد رو که در این سن جوانی چنین آثار شگرفی پدید آورده، فلسفه‌اش یک طرف، این داستان نویسی‌هاش یک طرف. یک داستانی داره، داستان‌های زیادی داره، در درمان سفیر سیمرغ، آواز پر جبرئیل، عقل سرخ، قصه قربت غربیه، روزی با جماعت صوفیان و بقیه داستان‌ها همه به فارسی لطیف و ملیح نوشته شده است. آقای دکتر پورنامداریان که از ایشون یاد کردم، ایشون انصافاً جهد بلیغی ورزیدند و شرح و تأویل کردن این داستانها رو و در یک کتابی تحت عنوان عقل سرخ این رو در اختیار علاقه‌مندان قرار دادن. کسانی که مایلن میتونن دفتر رو تهیه کنند و بخوانند، هم داستانها رو و هم شرح و تأویل یا شرح تأویلی آنها رو از زبان و قلم آقای پورنامداریان. عرض می شود که یه داستانی دارد در ضمن این چند داستان، داستانی هست به نام عقل سرخ. من ذهنم به اون طرف رفت. در عقل سرخ خب شیخ شهاب سهروردی بسیار زیبایی می آورد. می گوید که عقل وقتی که در خود نظر کرد، خودش رو تماشا کرد، حسن متولد شد و حسن وقتی که خودش رو تماشا کرد و در خود نظر کرد، عشق متولد شد و عشق وقتی که در خود نظر کرد و خود رو تماشا کرد، حزن یعنی اندوه متولد شد. لذا 3 برادر از عقل زاده شدند، یکی حسن، یکی عشق و دیگری حزن، و اینا راهی این جهان شدند و بعد توضیح میده که اون یکی به کنعان رفت و با یوسف سر سری پیدا کرد، اون یکی به یعقوب رسید و حزن و اینها. بسیار قصه دلکشی است و این عدد 3 اولا این که خب پادشاه رو قاعدتا یا خدا باید تصور کرد یا عقل کل، ذهن من رو خیلی به این سو برد که شاید مولانا از اونجا الگوگیری کرده است و این 3 برادر حسن و عشق و حزن رو به صورت 3 شاهزاده در آورده و داستان آنها رو برای ما سروده است. اما با توجه به جزئیات این داستان من چندان اقناع نشدم که یعنی این تأویل رو نپسندیدم که من این 3 شاهزاده رو بر اون 3 برادر حسن و عشق و حزن منطبق کنم و لذا از او دست کشیدم. بعد رفتم سراغ ادبیات گذشته عارفان و اینکه ببینیم در اونجا آیا میتوان نشانی یا بگوییم که نکته‌هایی و روایت‌هایی پیدا کرد که این 3 پسر پادشاه برای ما قصه‌شون رو برای ما معنیدار بکنن و دریابیم که ماجرا از چه قرار است. به هر حال در اینجا من باز بد نمیدونم که شما رو ارجاع بدم به یک کتاب دیگری. اون کتاب دیگر عبارت است از The Cloud of Unknowing. من ترجمه کردم این عنوان رو به سحاب احتجاب. در فارسی اون رو به ابر ندانستن ترجمه. خب ترجمه تحت اللفظی است Cloud of Unknowing، ابر ندانستن. من این کتاب رو خودم بخشش رو ترجمه کرده بودم سالها پیش و از قضای روزگار ناتمام ماند تا دیدم که این کتاب ترجمه شده و یک خانم فاضلی به نام صبا ثابتی
این کتاب رو ترجمه کردن تحت عنوان ابرهای ندانستن، ترجمه بسیار خوبی که نشان می‌دهد که شخص مترجم بسیار فاضل است و احاطه و تسلط خوبی بر معارف عرفانی دارد و این کتاب هم اکنون قابل دستیابی و دسترسی است و عزیزان میتوانند استفاده کنند. کتابی است به غایت لطیف، نوشته شده توسط یک عارف مسیحی انگلیسی در قرن 14. یک قرن تقریبا می شود گفت که بعد از مولانا در میدلند انگلستان و نام هم ندارد. یعنی این مؤلف از فرط زهد و تقشف نام خود را هم بر این کتاب ننهاده است تا اینکه برای او فخری و فضیلتی محسوب نشود. حالا بیان و ببینیم این شهرت طلبان روزگار خودمون رو که برای کارهای ناکردهشون چه تحسینها و محبوبیتها طلب میکنن. این کتاب نسبتا کوچکی هم هست، حدود 70 فصله، ولی هر فصلی حدود 1 صفحه هست. این خیلی یه دفعه تعجب نکنید، این 70 فصل 70 من کاغذ شود، اینطوری نیست. عرض می شود که راه مراقبه رو به شما نشان می دهد به زبان بسیار ساده ولی البته بسیار عمیق. ابتدای کتاب هم با شما شرط میکنه، میگه این کتاب رو فقط به اهلش بدهید، به هیچ عنوان. میگه من با شما ای خواننده محترم عهد میبندم، شرط میبندم، قول میگیرم از شما، زنهار 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 این کتاب به نااهلان به نامحرمان داده نشود. یعنی غیرت میورزیده بر این کار که اینها دستمالی نشه و حرفای او سوء تعبیر نشه و مخصوصا مورد سوء استفاده قرار نگیره، عده‌ای لافزن نیان و این سخنان رو به نام خود بپراکنن و دنبال مرید و مشتری بگردن. سخن که از دل برون آید نشیند لاجرم بر دل. این کتاب از نمونه اون کتاب هایی است که واقعا بر دل می نشینه. شما وقتی که میخونید یک عالم عامل این کتاب نوشته، کسی که خودش غرق در دنیای و دریای مدیتیشن بوده و این تجربه ها رو به عالی ترین وجهی از سر گذرانده و حالا حاصل و محصول تجربه های عرفانی و مدیتیتیو خودش رو با ماها داره در میان میگذاره. خب حالا چرا من این رو نقل کردم؟ یکی این که به شما این کتاب رو بخونید، این کتاب خوبیه و میتونید اونجا ببینید که وقتی که شما از سطح شریعت و حتی از سطح طریقت بالا میرید و به سطح حقیقت نزدیک میشید، یا به تعبیر دیگه از دینداری معیشت اندیش میروید به و از معرفت اندیش هم فراتر میرید به دینداری تجربت اندیش، میبینید چگونه این همه یکی میشه. همه سالکان اون طریق یکسان میشوند، یکسان میبینن، یکسان سخن میگوین. یعنی یه عالم دیگری درهاشو به روی اینها باز میکنه و یه نسیم خوشی به روی اینها میوزد و ناطقه اینها رو چنان باز میکنه که از هر کدوم بشنوی گویی سخن دیگری است. همه مثل این که نشستن توی مجلسی در یک بزم معنوی و خوش میگویند و خوش میشنوند و سخنانشون مشابه هم نیست، عطر و رائحه یکسانی دارد و این است که اونچه که شما رو شادمان و فرحناک میکنه. من یه وقتی ابتدایی که این کتاب رو مشغول ترجمه شدم و پیش رفتم، قصد داشتم که جا به جا در پاورقی سخنان او رو با سخنان مولانا مشابهت و مطابقت ببخشم، یعنی بگویم که چقدر اینا هم زبان بودن و هم سخن و هم دل بودن. به تعبیر مولانا مهربانی همدی مرد با نامحرمان چون بندی است، ای بسا هندو و ترک هم زبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی برتر است. اینا واقعا همدل بودن، همزبان که نبودن. اون به فارسی سخن میگفتیم، به انگلیسی مینوشت. اون هم انگلیسی قرون وسطایی که یک بار ترجمهش کردن به انگلیسی امروز، هم املا و هم انشاءش فرق داره با انگلیسی امروز. خب حالا همه این مقدمات رو گفتیم، یک کمی هم وارد ذیل مقدمه بشیم. ایشان همچنان که عارفان ما
حیات سالکانه رو، یعنی کسی که پا در راه سلوک معنوی برای رسیدن به رؤیت حقایق میگذارد، نه دانستنش، برای رسیدن به بینش نه دانش. رسیدن به دانش، برو مدرسه، برو کلاس، برو دانشگاه، برو پیش معلم بشین، برو کتاب بخون، غیره. اما یک راه دیگه هم داریم که راهی است که شما رو به بینش میرسانه، یعنی درهایی به روی خود شما باز میشه، کشف هایی صورت میگیره. وقتی کسی پا در راه سلوک میگذاره دو گونه زندگی دارد. این رو عارفان ما ایشون هم میگه، یکی اکتیو لایف، یکی کنتمپلیتیو لایف. اکتیو لایف یعنی زندگی فعالانه، زندگی فعال، کار میکنین، تلاش میکنین. یکی کنتمپلیتیو، کنتمپلیشن از همون کلمه تمپل به معنای معبد میاد. کنتمپلیتینگ یعنی چی؟ یعنی تجمع، یعنی نفی خواطر، یعنی مدیتیشن، یعنی تمرکز و در خود رفتن و در خود حقیقت رو جستجو کردن و یافتن. پس ما دو جور حیات سالکانه داریم، اکتیو لایف، حیات فعال، و چی؟ کنتمپلیتیو لایف که حیات مراقبه به اون میگیم. این دومی رو، کنتمپلیتیو رو. بعد ایشان میگوید که ما در حیات فعالانه هم دو بخش داریم، یعنی فعالیت دو گونه است. یه وقتی که شما عمل صالح انجام میدید، کارهای خوب انجام میدید، فعالیت هست دیگه. یه وقت هم هست که مشغول تهذیب نفس میشید، یعنی علاوه بر کار نیک که انجام میدید شروع به پالایش روان میکنید و همون کاری که غزالی در کیمیای سعادت به ما میآموزند. تا اینجا شما دو جور حیات فعال دارید، یکی عمل نیک و دومی تهذیب نفس. اما حیات توأم با مراقبه حیات فعال نیست، حیات غیر فعال است. مثلا به همین دلیل هم جدا، شما هیچ کدوم این کارا رو نمی کنید، شما فقط کانتمپلیت میکنید، مراقبه میکنید و این مراقبه همون چیزی است که حالا من میخوام بگم در واقع اسمش کاهلی است. و حالا اجازه بدید من از این کتاب ابرهای ندانستن اینجا براتون جملاتی رو بخونم و بعد البته شما رو ارجاع میدهم به اینکه شما خودتون کتاب رو بروید و بخوانید. عرض می شود که خب میگوید که بله، من با توصیف دو نوع حیات مسیحی، صفحه 72 از این کتاب، من با توصیف دو نوع حیات مسیحی فعال و مراقبه گرانه، یعنی اکتیو و کانتمپلیت، به پرسش شما پاسخ میدم. زندگی فعال پست‌تر و زندگی مراقبه گرایانه والاتر است و هر کدام از آنها دو مرحله دارند به طور مشابه، یک مرحله پست‌تر و یک مرحله عالی‌تر. این دو زندگی مکمل و چنان بسته یکدیگرند که گرچه هر کدام کاملا مجزاست، هیچ یک نمیتواند بدون دیگری وجود داشته باشد. مرحله عالی زندگی فعال مرحله پست زندگی مراقبه گران است، یعنی به اون درجات عالی که تهذیب نفس که شما میرسید در آستانه زندگی کنتمپلیتیو میرسید. مرحله عالی زندگی فعال چی میشه؟ تازه میشه قدم اول و آستانه ورود و افق ادنای، به تعبیر خود مرحوم حکیم سبزواری، حالا در یه جای دیگه میگه افق اعلای، این افق ادنای اونه، یعنی بالاترین پله در اینجا اولین پله در برای صعود به اون بام دیگر است. به همین دلیل است که شما نمیتوانید به درستی فعال باشید مگر اینکه از زندگی مراقبه گرانه بهره مند شوید
و نمی توانید کاملا مراقبه گر باشید مگر اون که بهره‌ای از زندگی فعال داشته باشید. خب زندگی فعال بر روی زمین آغاز می شود و پایان می پذیرد، اون هر دوتا. اما زندگی مراقبه گرایانه روی زمین آغاز می شود ولی هیچگاه پایان نمی پذیرد. در واقع این که گفت زندگی کانتمپلیتیو هم دو مرحله داره، یه مرحلهش اینجاست، مرحله دومش اون زندگی دیگر است. لذا تو این دنیا سه تا میشه، دو تا زندگی فعال، یکی زندگی کانتمپلیتیوه که این زندگی کانتمپلیتیو یه بخشش تو این دنیاست، یه بخشش هم در حیات دیگر است ولی هیچگاه پایان نمیپذیره، یعنی پس از مرگم ادامه داره. چون ما در آخرت نه عمل صالح داریم نه تهذیب نفس، هیچ کدوم اینا رو نداره، اینا مال این دنیاست. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. امروز عمل است، اینجا حساب نیست، کسی شما رو حساب نمیکشه، ولی فردا فقط حساب است، پای میز محاکمه و مؤاخذه و محاسبه اید. ولا عمل، دیگه شما مجال عمل تمام شده است دیگه. هر چه که شما شدید همون است که شدید و رفتید اونجا. ولی کنتمپلیشن ادامه داره، یعنی مراقبه، یعنی با خود و در خود بودن و یعنی در خدا بودن، یعنی هر دم به اون نزدیکتر شدن. این جایی نمیره، این حیات اخروی تأمین کننده این است برای کسانی که مراقبه را از این جهان آغاز کردن البته و اونجا ادامهش میدن. خب بعد اینجا جناب آقای مؤلف بینام میگوید که مریم این مسیر لایزال را برگزید که هیچگاه از او ستانده نخواهد شد. مریم کیه؟ این مریم مادر عیسی نیست، اینا دو خواهرند که قبلا هم قصهشو براتون گفته بودم، یکی مریم و دیگری مارتا، که عیسی رو به مهمانی به خانه خودشون بردن. خب حالا اجازه بدید من از خود انجیل لوقا قصه این مریم و مارتا رو برای شما بخوانم. قصه کوتاهیه اما خب خیلی حرف توشه. ببینید این در انجیل لوقاست، میگوید که همچنان که ره می سپردند به روستایی در آمد، یعنی عیسی، و زنی به نام مرتا در خانه خیش پذیرایش شد. پذیرای عیسی. او را خواهری بود به نام مریم که کنار پاهای خداوند نشسته بود و کلام وی را می نیوشید. مرتا که سخت سرگرم خدمت بود پیش آمد و گفت ای خداوند، روا می بینی که خواهرم مرا در خدمت تنها گذارد؟ پس او را بگو که مرا یاری دهد. او داشت خدمت میکرد، پذیرایی میکرد، چای دم میکرد، میوه میشست میآورد، میومد میرفت، اما اون خواهر همطور نشسته بود و چسبیده بود به عیسی، همینطور چشماش به دهان عیسی. حتی در بعضی روایات هست که موهای عیسی رو هم عطر میزد، شانه میزد. ولی اون خواهر دیگه مشغول پذیرایی و رفت آمد بود. گفت ای خداوند، روا می‌داری که خواهرم مرا در خدمت تنها گذارد، پس او را بگو که مرا یاری کند. لیک خداوند وی را پاسخ گفت ای مرتا، تو بهر بسی چیزها، خوب گوش بدید، تو بهر بسی چیزها، یعنی خیلی چیزها، در اندیشه و اضطرابی، لیک اندکی لازم است و حتی یکی، تنها یکی. مریم بهترین سهم را برگزیده که از او ستانده نخواهد شد. این داستان مورد تفسیر مفسران انجیل قرار گرفته. اصلا سرلوحه و سرمشق عارفان مسیحی است و همطور که اینجا میبینید مؤلف سحاب احتجاب یا ابرهای ندانستن کاملا داره از این قصه استفاده میکنه و او رو موافق مشرب خودش تفسیر میکنه. میگه کارهای این جهانی نه فقط کارهای بد یا کارهای معمولی، بلکه کارهای نیک. مثل چی؟
مثل نماز خوندن، مثل انفاق و صدقات، همه اعمال صالحه، حتی تهذیب نفس، اینا کثرت دارن، فراوانند و تو اضطراب داری، به این رسیدم، به اون نرسیدم، به اون نرسیدم، اینو چه کنم، اونو چه کنم. ولی مریم راه بهتر انتخاب کرد، یک کار رو برگزیده است، یک کار، و بعد میگوید که از او ستانده نخواهد شد. این خیلی نکته مهمی است در اون داستان اینجا، یعنی ادامه پیدا خواهد، بعد از این جهان هم ادامه خواهد یافت، باز در محضر رب خودش، خدای خودش باقی خواهد، ولی کارهایی که تو میکنی تو این جهان تمام میشه. خب حالا میوه آوردی، چای آوردی، شیرینی آوردی، خونه رو تمیز کردی، همه چیز تمام میشه دیگه. ولی اون چی که تمام نمیشه نشستن پیش ولی است و غرق شدن در حضور اوست و مست از عطر حضور او شدن است. این پایان نخواهد یافت و مریم این دومی رو انتخاب کرد. ببینید در اینجا در واقع یکی کار میکنه، یکی کار نمیکنه. اون یکی میشه اکتیو لایف، حیات کاری، این یکی میشه کانتمپلیتیو لایف، یعنی حیات مجذوبی، مجذوب عیسی است. همین یک کارم میکنه، کار دیگه هم نمیکنه، ولی همین یک کار بالاترین کاره. خب مولانا کجا در اشعار دیگهش میخوندیم جای دیگه که کار او دارد که حق را شد مرید، بهر کار او ز هر کاری برید. دیگران چون کودکان این روز چند، تا به شب بر خاک بازی میکنند، یا تا به شب ترحال بازی میکنند بنابر اختلاف نسل. همه مثل بچه هان، همه بچن، کارایی هم که میکنن تو این دنیا ولو کارهای خوبشون مثل خاک بازی بچه ها تو کوچه است، صبح تا شب سرگرمن و شبم میرن خونه میخوابن. ولی یک کسی هست که بچه نیست، بازی هم نمیکنه، بیکار هم نیست، در این حال کار او دارد، کار اصلی رو او انجام میده که در کانتمپلیشن، که در حیات مراقبه است، نه در حیات کاری. و یا به تعبیر مولانا جای دیگه اون یکی بیکار و رو در لامکان، که از اون سودادیش تو قوت جان، از دست خدا قوت میگیره و مثل پیامبر، مثل ملائکه که مولانا گفت که قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. همچنین این قدرت ابدال حق هم ز حق دان، نه از طعام و از طبق. از دیدار خدا ملائکه سیر میشن، یعنی جمال او غذای اینهاست، جمال او و حیرت در جمال او غذای. اینو میگن چی؟ لایف کنتمپلیتیو، لایف یعنی مراقبه. ببینید جناب مؤلف ابرهای ندانستن میگه گرچه زندگی فعال اضطراب آور است، و این عین جمله بود که در انجیل خوند، اضطراب آور است، به این نرسیدم، به اون نرسیدم و همواره مشکلاتی در آن وجود. زندگی مراقبه گرانه که صرفاً معطوف به یک چیز است، در آرامش سپری می شود. خب بعد ادامه می دهد در مرحله پست زندگی فعال شما اعمال محبت آمیز حقیقی را می آموزید، عشق ورزیدن رو تمرین می کنید. در مرحله عالی زندگی فعال روحتان به نگریستن در خویش مشغول می شود و همون تهذیب شما شروع به صرف زمان برای مکاشفه می کنید و مثلا تأمل می کنید. حالا ایشون میگه در مصائب مسیح فلان فلان، و بعد از اینجاست که شما وارد مرحله عالی مراقبه می شوید که اونجا به تعبیر او تاریکی است، ابر ندانستن است، و به محض آن که در آن قرار می گیریم در می یابیم که تلنگرهای عاشقانه ما را صرفاً به نگاهی خیره و کور در وجود محض خداوند رهنمون می گردد. اینم که میگه ابر ندانستنه، برای اینکه همون که من ترجمه کردم به سحاب احتجاب، برای این است که میگوید بین ما و خدا همواره یک حجابی باقی میماند و اون رفع نمی شود. ما همیشه من وراء حجاب او رو
میبینیم، شبیه اونچه که محی الدین عربی در تجربه معراجی خودش میگوید که در آسمان با پیامبر بودم در معراج و علی بود، عمر بود، ابوبکر بود، عثمان بود، همه بودند، من هم بودم و پیامبر به من امر کرد که بر منبر برو و برای ما سخنرانی کن. رفته منبر رو سخنرانی کرده و سخنرانیش هم یه تعداد اشعاری است که اینا رو تو کتابش آورده، گفته در حضور پیامبر اینها رو من گفتم. منتها میگوید که وقتی که خواستم بر منبر برم، پیامبر دستش رو برد و آستین خودش رو روی پله منبر نهاد و من وقتی که رفتم روی آستین پیامبر نشستم. و بعد خودش معنی میکنه این رو، میگه معنیش این هستش که من اونجایی که پیامبر قرار میگیره قرار نمیگیرم، همیشه فاصله ای هست، یک آستین، یک حجاب بین ما و اون مرتبه عالی پیامبری وجود داره. اینن این حجاب به قول او، این سحاب احتجاب، این ابری که ما رو محجوب میکنه همیشه هست. بسیار خوب، حالا که سخن ایشون رو هم شنیدیم، حالا سخن بنده رو هم بشنوید. من میخوام عرض بکنم که این سه برادر در واقع دو برادر اول اکتیو لایف داشتن، یعنی حیات کاری، هر دو کوشش کردن برای رسیدن به چی؟ به معشوق. یکیشون در میانه راه جان سپرد و به وصال نرسید، رفت و در اون دنیا با معنی معشوق جفت. دومی رفت و خیلی نزدیک شد و به پدر دختر رسید و در دربار او جا گرفت و متنعم به انواع نعمتها شد، ولی یک لغزش باعث شد که او سقوط کنه، هبوط کنه و فرو افتاد و به مراد خودش نرسید. البته باز هم چون کوشش کرده بود، پاداش کوشش های خودش رو گرفت و او این بود که زخم بر تن او خورد نه بر روح او، و لذا حیات سعادتمندانه‌ای بعداً پیدا کرد. اما سومی که کاهل ترین، این اکتیو لایف نداشت، این کانتمپلیتیو لایف داشت، این حیات مراقبه داشت و در حیات مراقبه به ظاهر کاهل بود، هیچ جهدی نمی کرد، قوت از بالا می گرفت، خودش به دنبال قوت روان نمی شد و سالک مجذوب بود، در حالی که اون مجذوب سالک بود، در حالی که اون اولی ها سالک مجذوب بودند، یعنی اونقدر می رفتند تا به جایی برسند و این اولی مجذوب سالک، یعنی جذبه او رو کشیده بود و می برد با خودش، به پای خودش نمی رفت و این چنین بود که همه درها به روش باز بود، همه درها به روش باز بود و عاقبت هم در دربار همون سلطان، چنان که گفتم، دایه‌ای او رو به درون برد، یعنی پیش از این که اصلا سلطان اجازه بده و به وصال رسیده بود، تو خانه معشوق بود، روبنده معشوق رو بود و آورد و ظفرمندانه در مقابل پادشاه ایستاد و نشان داد و بعد هم به مراد خودش رسید. خب تصور من این است با توجه به این مجموعه، البته این که کشور چین کشور صورت است و اون قلعه ذات الصور وجود آدمی است و امثال ذالک، اینا همه در جای خودش، اینا معنی درستی داره، هیچ مشکلی در اینجاها ما نداریم و با این تفسیر حیات کار و حیات مراقبه به نظر اونها هم بسیار سازگارن، هیچ منافاتی ندارن. و اینکه این سومی کاهل بود معناش روشن میشه، هم شبیه اون مریمی بود که در کنار عیسی نشسته بود و نه شبیه اون مارتا که خدمت میکرد و پاداش هم میگرفت، اما عیسی او رو ستود، یعنی اون مریم رو ستود، نه اون زندگی پر اضطراب مارتا رو که در فکر خدمت بود و کار نیکو هم میکرد، عمل صالح میکرد، اما مرتبهش و منزلتش فرق داشت با اون که غرق در عطر حضور ولی خدا و عیسی بود و چشمش به دهان او بود و از دهان او قوت می گرفت و فربه می شد و زندگی معنوی خودش رو به پیش می برد. بسیار خوب، چنان که می نماید ما فرصتمون امروز منقضی شد، بلکه از انقضاء هم منقضی تر شد و فراتر رفتیم و
اما جا داشت که ما در پایان این داستان به هر حال ماجرا رو تأویلاً و تفسیراً خدمت عزیزان عرضه کنیم. تتمه‌ای میماند از این داستان که نوبت آتی انشاءالله میخوانیم و همراه با بعضی از سخنان دیگری در باب کل مثنوی که خدمت عزیزان عرضه خواهم کرد و این سبق رو به قول مولانا این قسمت از درس رو به پایان ببریم. اما و هزار اما. همطوری که سعدی گفته است در دامن مردان زن و اندیشه مکن، هر که با نوح نشیند چه غم از طوفانش. ما از این کشتی نوح نمیخوایم پیاده بشیم. به هر حال این سفینه نجات رو پیدا کردیم. مثلا کسی میتونه گفت کسی ز سایه این در به آفتاب رود، کسی میتونه مولانا رو ترک بکنه. به هر حال ما از هر جا که سر بزنیم آخرش دوباره به همینجا میرسیم. گفت هم در تو گریزم گریزم. و از هر دریچه‌ای که ما نظر میکنیم میبینیم که این عزیز سر بیرون کرده و با ما سخنی میگوید و چشمکی میزند و دلال و کرشمه‌ای مینماید. باید به هر حال این رشته مودت رو نبریم و نگاه دار سر رشته تا نگه دارد و انشالله چنین خواهد بود. پس سخن رو به پایان میبرم و تا نوبت آتی که عزیزان رو دوباره دیدار کنیم به اذن الله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.